صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، برنامه از صدای انجیل. ای فروغ ازلی و جاودانه و ای پدر آسمانی، سپاس بر نام مقدس و پرجلالت که انسان خاکی را از نور پرمهرت بهره‌مند ساخته و قلب تاریک و سرد ما را با انوار رحمتت منور و گرم کرده ای. حیات و هستی ما از آن توست و به تو تعلق دارد. تمنا این که بگذار این واقعیت را درک کرده و با پیروی کردن از اوامر مقدست به هدف و مقصود زندگی نائل شویم. اعتراف می‌کنیم ای خدا که از طریق تو و از راه تو دانسته و یا ندانسته دور شده و خطا ورزیده ایم. عصیان ما را ببخش ای پدر آسمانی و تمنا می‌کنیم که رحمت خود را از ما مگیر. بارالها، جان ما تشنه کلام توست. اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می‌کنیم، استدعا داریم که به ما معرفت و بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده می‌طلبیم. آمین. عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا گمشدگان را بجویم و نجات بخشم. هم‌میهنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود بر شما. امیدوارم که در شادی و سلامتی الهی که مافوق عقل و حکمت بشریه خوش بوده و فارغ از خستگی جسم و پریشانی فکر آماده شنیدن برنامه دلخواهتون باشید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و از کلام خداوند عرایضی را تقدیم حضورتون میکنم. برای این منظور توجه خود را به انجیل شریف به قلم متی حواری جلب نموده و از فصل 19 از آیه 13 گفتار الهی را غذای روح و روان خود مینماییم. در 12 آیه فصل 19 عیسی مسیح درباره طلاق تعلیم آسمانی خود را بیان می‌فرماید و ملاحظه کردیم که متاسفانه غالب مردم دنیا معنی ازدواج را نمی‌دانند. اکثریت به قریب اتفاق حتی مردان و حتی زنان از این جهت ازدواج می‌کنند که فقط غریزه نفسانی خود را ارضا سازند و یا تولید مثل کنند. ولی همونطوری که ملاحظه کردیم، اگرچه هر دو این دو دلیل بسیار مهمه و لازم هستند، اما ازدواج مقامی بس شامختر و عالیتر و بسیار زیباتر دارد.
و گفتیم که ازدواج از جانب خدا تقدیس شده، برکت یافته و زن و مرد در ازدواج تبدیل به یک روح در دو بدن می شوند. ازدواج مطابق اراده خداوند خوب و عالی است و اگر بر اساس درستی باشه جلال و رضایت و شادی خدایی را در این دنیا آشکار می سازد. ولی ازدواجی که مرد سالاری و غرور و خودخواهی و هر چیزی نظیر آن در آن راه داشته باشد در واقع جهنمی است که انسان برای خود مهیا کرده است. در مسیحیت تشکیل خانواده دادن از مقدسترین ارکان محسوب میشه و طلاق به غیر از علت زنا ممنوع شده است، زیرا خدا از ابتدا ازدواج را نه برای طلاق بلکه برای مشارکت دائمی به وجود آورد. ازدواج برای طلاق به وجود نیامده. چرا؟ چون در کار خدا گناهی نیست. اما این بشر بود که طلاق را به وجود آورده و دیدیم که طلاق نتیجه گناه است. ریشه هر طلاقی را در گناه میتوان یافت. حالا از آیه 13 توجه عیسی مسیح به کودکان جلب شده و درباره آنان و ارزش و اهمیت کوچکان تعلیمات می‌فرماید که توجه شما را به آیات شریف جلب می‌کنم. ابتدا دو آیه یعنی آیه 13 الی 15 را خدمتتون می‌خونم. می‌فرماید آنگاه چند بچه کوچک را نزد عیسی آوردند تا دستهای خود را بر ایشان نهاده و دعا کند. ولی شاگردانش ایشان را نهیب دادند. عیسی گفت بچه های کوچک را بگذارید بیایند و از آمدن نزد من ایشان را منع نکنید، زیرا ملکوت آسمان از مثل اینهاست. پس دستهای خود را بر ایشان گذارده آنان را برکت داد و از آنجا روانه شد. درست در لحظاتی که عیسی مسیح در مورد طلاق تعلیم میداد، مادرانی چند که شیفته تعلیمات او شده بودند و حق و عدالت را در او میدیدند، کودکان خود را نزد عیسی میآورند تا او با دست گذاردن بر آنان را برکت بده و برایشون دعا کنند. اما شاگردانش ظاهراً به خاطر رفاه حال استاد خود مانع میشوند که مادران این کوچکان را نزد عیسی آورند. عیسی مسیح شاگردانش را از این امر نکوهش میکنه، باز میداره و با بیان این جملات که آنان را نزد من واگذارید زیرا ملکوت الهی مثل اینها میباشد، ارزش و اهمیت کودکان را بازگو میکند. در آیات فصل گذشته در مورد همین موضوع به طور مفصل صحبت کردیم و دیدیم که مقصود از این که ملکوت خدا مانند اطفال میماند اشاره به صداقت و ایمان بی ریا و بدون شک و تردیدی است که در کودکان است. مسیح برای کودکان و تربیت آنان اهمیت بسیار زیادی قائل بود و به والدین اخطار می‌دهد که مبادا در تربیت آنان کوتاهی ورزند. همچنین مسیح تعلیم داد که فرشتگان آسمان از کودکان مواظبت می‌کنند و در نزد خدا بسیار عزیز و گرامی هستند. بعد از اینکه عیسی مسیح فرد کودکان را به حضور میپذیره، آنان را برکت میده، از آن دیار حرکت میکند و در این اثنا جوانی ثروتمند به حضور میآید و میگوید ای استاد، من میخواهم بدانم که چگونه میتوانم وارد بهشت بشوم. سوالی که همه ما کم و بیش از خودمون پرسیده ایم و یا از دیگران هم میپرسیم که چه کنیم تا نجات یابیم، چه کنیم تا مطمئن شویم که پس از مرگ به بهشت میرویم. این جوان ثروتمند طالب یافتن پاسخ بود و برای همین بود که به نزد مسیح میاد و امیدوار بود که عیسی مسیح پاسخ را به او بدهد که چه کند تا وارد بهشت بشود. جالب اینجاست پس از اینکه عیسی مسیح جواب این سوال را به این فرمانروای ثروتمند میدهد، شاگردان مسیح نیز همین سوال را مجددا از عیسی مسیح میکنند. از آیه 16 الی 19 براتون میخونم. شخصی نزد عیسی آمده گفت ای استاد نیکو، چه کنم تا حیات جاودانی یابم؟ ای استاد نیکو، چه کنم تا حیات جاودانی یابم؟ عیسی وی را فرمود از چه سبب مرا نیکو گفتی و حال آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط. لیکن اگر بخواهی وارد حیات جاودان شوی احکام را نگاه دار. بدو گفت کدام احکام؟ عیسی وی را گفت قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایه خود را مثل نفس خود محبت نما و دوست بدار.
جوان وی را گفت ای استاد، همه اینها را از طفولیت نگاه داشتم، دیگر مرا چه ناقص است؟ عیسی بدو گفت اگر بخواهی کامل شوی، رفته مایدملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی داشت و آمده مرا متابعت کن. چون آن جوان این سخن را شنید، دلتنگ شده برفت، زیرا که مال بسیار داشت. عیسی به شاگردان خود گفت هر آینه به شما میگویم که شخص دولتمند به ملکوت آسمان به دشواری و داخل می شود. هر آینه به شما میگویم که شخص دولتمند به ملکوت آسمان به دشواری داخل می شود. و باز شما را میگویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از دخول شخص دولتمند در ملکوت خدا. شاگردان چون گفتار عیسی را شنیدن به غایت متحیر شده گفتند پس چه کسی میتواند نجات یابد؟ عیسی جواب داد نزد انسان محال است، لیکن نزد خدا همه چیز ممکن است. نزد انسان محال است، لیکن نزد خدا همه چیز ممکن است. آنگاه پتروس در جواب گفت ای استاد، اینک ما همه چیز را ترک کرده و تو را متابعت میکنیم، پس ما را چه خواهد بود؟ عیسی ایشان را گفت هر آینه به شما میگویم شما که مرا متابعت نمودید، در معاد وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود نشیند، شما نیز به 12 کرسی نشسته بر 12 سبط اسرائیل داوری خواهید نمود. و هر که به خاطر اسم من خانه ها یا برادران و یا خواهران یا پدر و مادر یا زن یا حتی فرزندان و زمین ها را ترک نکند، ارزش پیروی کردن از من را ندارد. اما اگر همه را ترک کند 100 چندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهد گشت. لیکن بسا اولین که آخرین می‌گردند و آخرین اولین. دوستان عزیز، در این آیات مطالب بسیار زیادی است که بایستی توجه خاصی به آن مبذول بداریم تا تعلیمات خدا را دریابیم. در آیه 16 جوانی را می‌بینیم که نزد عیسی می‌آید و عیسی را استاد نیکو می‌خواند و می‌پرسد که ای استاد نیکو، چه کنم تا وارث حیات جاودانی شوم؟ عیسی مسیح با سوال کردن از او نیز می‌خواهد توجه آن جوان را معطوف به قدرت و صاحب اختیار بودن و مقام خودش بکند. به عبارت دیگر تا به او بفهماند که آیا آماده پذیرفتن جواب هست یا نه. چرا؟ چون جوابی را که او میگیرد از جانب خداست و صاحب قدرت مسیح. برای همین بود که از او میپرسد به چه دلیل مرا نیکو خواندید، در حالی که جز خدا کسی نیکو نیست. به زبان دیگر اگر من نیکو هستم بایستی بدانی که از استاد بالاتر هستم و از طرف خداوندم، و به زبان دیگر گفتار و جواب من مستقیما از جانب خدای تعالی است. بعد عیسی توجه او را به قوانین 10 فرمان جلب میکنه، قوانینی که در رابطه با انسان است، یعنی رابطه او با دیگران. جالب اینجاست که عیسی مسیح فرامین اول و دوم را که در مورد وحدانیت خدا و پرستش خدا یکتاست به آن اشاره نمی کند. در عوض توجهش را به قوانینی که به رابطه او با دیگران ربط داره اشاره میکنه. فرامین خدا را برای او بازگو میکنه و میگوید آیا تو اینها را انجام داده ای؟ آیا مطیع این قوانین بوده اید؟ و اون جوان جواب میده که بله. دوستان عزیز، این جوان مؤمن و متدین می توانست ادعا کند که قوانین مذهبی را اجرا کرده و نسبت به آن هم وفادار بوده، ولی متوجه شده بود که هنوز این اطمینان را ندارد که صاحب حیات جاودانیه. و این امر خیلی خیلی مهمه. چرا؟ چون غالب مردم امیدشون بر اینه که اگر قوانین مذهبی را انجام بدهن به بهشت میروند. ولی در اینجا می‌بینیم که این جوان مذهبی تمام قوانین را مو به مو اجرا کرده بود اما نجات نداشت. و مسیح هم با آنچه که میگوید ثابت میکند که او صاحب نجات نبوده، یعنی آن جوان صاحب نجات نیست. هم جوان اعتراف میکنه و هم مسیح آن را بهش ثابت میکنه. در عوض مسیح توجه او را از قوانین الهی که در رابطه بین انسان هاست بر می داره و به قانونهایی که مستقیما به رابطه بین شخص و خدا مرتبط است اشاره می کند.
و میگوید تو را یک چیز باقی است، یا به زبان دیگر یک چیز هست که مانع دریافت حیات جاودانی شده و آن ثروت توست. تو باید دل از مال و ثروت خود برداری و دل را به خدا بدهی. دل از مال دنیا بردار و دل به گرو من بنه، از من پیروی کن. می‌فرماید مال خود را به فقیران بده و مرا پیروی کن. مسیح دو عمل از او می‌خواهد. چرا مسیح میگوید که دل از مال دنیا بردار و ثروت خود را به فقیران بده؟ دلیلش را در عکس العمل آن جوان نسبت به گفتار مسیح میتوان یافت. کتاب مقدس میگوید وقتی که این جوان جواب مسیح را شنید دل ریش گشته، یعنی افسرده شد، غمگین شد. چرا از گفتار مسیح رنجید؟ میگوید چون ثروت بسیار داشت، چون دلش در گرو مالش بود. و به قول مسیح هر جا که گنج تو هست دل تو نیز در آنجا هست. دوستان عزیز، عیسی مسیح از این جوان میخواهد که نه فقط دل از ثروت برداره بلکه دلش را به خدا بدهد، از او پیروی کند. میگوید ای جوان، دلت را تسلیم خدا کن و از من پیروی کن. اگر این کار را بکنی صاحب حیات جاودان خواهی شد. عیسی مسیح نجات را در دل دادن به حق و پیروی کردن از او میداند. دوستان عزیز، حقیقت اینه که جز این راه بشر راه دیگری ندارد. خود مسیح فرمود که من راه و راستی و حیات هستم. راه عیسی است و سلام. اساس نجات تسلیم شدن به خداست، دل برداشتن از دنیا و دل دادن به خداوند است و پیروی کردن از خداوند. روی این امر من بایستی تأکید کنم تا شما عزیزانم را از حقیقت الهی آگاه کنم، تا مبادا مانند این جوان مذهبی قوانین دینی و فرایض و شرایع را انجام بدهید ولی از ملکوت الهی بی بهره باشید. وقتی که دل به خدا تسلیم کنید، آن وقت اشتیاق پیروی کردن از اوامر الهی در وجودتان پدیدار میشه و هرگز احساس زور و یا جبر نخواهید کرد. چرا؟ چون عشق به خدا در قلبتان است و لاجرم این عشق شما را به سوی پیروی از خالق خود می نماید. کتاب مقدس می گوید وقتی که این جوان دعوت مسیح را شنید غمگین شده، از عیسی روی برگردانیده به راه خود رفت. بله دوستان، ثروت دنیا را برای خود حفظ کرد اما جان خود را از دست داد. مسیح می گوید شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و نفس خود را ببازد؟ چه فایده که در خانه طلایی زندگی کنید اما از ملکوت خدا محروم شوید؟ راستی دوستان عزیز، آیا شما دل را به نجات دهنده سپرده اید و یا دلتون خوشه چون رسومات مذهبی را انجام می دهید، قوانین مذهبی را انجام می دهید، برکت خدا را دریافت خواهید کرد؟ دل را باید به خدا سپرد. وقتی که عیسی آن جوان را دید که حاضر نشد دل از مال و ثروتش برداره، رو به شاگردانش میکنه و میگوید این را بدانید که برای یک ثروتمند وارد شدن به سلطنت خدا بسیار مشکله. یعنی بشر به راحتی از آنچه که دل بسته است نمیتونه دلشو برداره. و یا ثروتمندان دل خود را اسیر ثروت کرده‌اند یا ثروت دل آنها را برده خود ساخته. عیسی میگوید گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از وارد شدن ثروتمندان به ملکوت خدا. شاگردان از این حرف عیسی گیج شده بودند. پس پرسیدن اگه وارد شدن به ملکوت خدا اینقدر سخته، پس کی در این دنیا میتونه نجات پیدا کنه؟ به عبارت دیگر کسی نجات به دست نخواهد آورد. مسیح نگاه معنیداری به آنها میاندازد و به آنها میگوید از نظر انسان این کار غیر ممکنه ولی پیش خدا همه چیز ممکنه. مقصود مسیح اینه که اگرچه برای ثروتمندان مشکله که دل از ثروت خود بگشایند، ولی نجات خدا دعوت او برای همه است و اگر آنان هم حاضر باشند و واقعا بخواهند و اراده کنند، خدا آنان را یاری میدهد، زیرا نجات خدا برای همه انسان است. همه میتوانند وارد ملکوت الهی شوند.
برای انسان غیر ممکن است، اما پیش خدا همه چیز ممکن است. دعوت خدا از همه انسان هاست، ولی شرطش اینه که شخص حاضر باشه، به پیشگاه خدا بیاد و از خدا تمنای دریافت کند، کمک کند و آن را بپذیرد. وقتی دست خالی به حضور او بیاییم، او میتواند و میخواهد ما را نجات بدهد و با دست پر ما را از درگاهش مرخص فرماید. برای خدا همه چیز امکان دارد. او میتواند بدترین و جنایتکارترین شخص را عوض کنه و وارد ملکوت الهی کند و او میتواند خسیسترین و ثروتمندترین شخص را عوض کنه و او را بخشنده ترین شخص نماید. برای خدا همه چیز امکان داره. ولی دوستان عزیز، این واقعیت را بپذیرید که خداوند اگرچه خدای پرقدرت مطلقه، ولی او هرگز به زور اراده خود را بر بشر تحمیل نمیکنه. هرگز به زور کسی را وا نمی‌داره که از او پیروی کند. خدا به بشر اختیار و اراده داده و آن را محترم می‌شمارد و آن را از ما نگرفته. بایستی از روی عشق و اراده و از روی میل و اختیار خودمون به حضور خدا بیاییم. بعد از این مطلب پتروس به عیسی مسیح میگوید که ای استاد، ما همه چیز را به خاطر تو ترک کردیم و پیرو تو شدیم و از همه چیز خود گذشتیم. آیا سودی عاید ما می شود؟ مسیح او را نکوهش نمی کنه. در عوض به او تعلیم می دهد که مؤمنین که به خاطر او زحمت کشیده و بذل و بخشش نمایند، مؤمنی که همه چیز را فدای مسیح کرده باشند، از جانب او در روز معاد نیز پاداش خواهند گرفت. آیه 28 می فرماید من که مسیح هستم در آن دنیای جدید روی تخت سلطنتم خواهم نشست و شما هم که شاگردان من هستید بر تخت میشینید و 12 طایفه اسرائیل را داوری خواهید کرد. آنان را تشویق می کند و میگوید مطمئن باشید که هیچ چیزی را که به خاطر من فدا کنید از دست نخواهید داد. هر کس به خاطر من از برادر و خواهر، پدر و مادر، فرزند و خانه و زمین بگذرد 100 مرتبه بیشتر میگیرد و زندگی جاوید را از همه مهمتر به دست می آورند. ولی خیلی ها که حالا اول هستند آخر خواهند شد و کسانی که آخرند اول می شوند. مقصود مسیح اینه که او در روز معاد مردم را داوری خواهد کرد. داوری خدا به دست مسیح سپرده است. و دوم که در آیه آخر می بینیم که هیچ ایمانداری نمیشه بگه که من نمیتونم پاداش بگیرم. هر چقدر ما در راه خدا و مسیح فدا کنیم 100 مرتبه بیشتر در روز قیامت از او خواهیم یافت. و سپس عیسی مسیح به شاگردانش میگوید خیلی ها که حالا اول هستند آخر خواهند شد و کسانی که آخرند اول میشوند. مقصود مسیح از این آیه اینه که در ایام معاد خیلی از مقدسینی که در این دنیا نه اسمی داشتند و نه محبوبیتی و نه کسی آنان را می شناخت پاداش‌های عظیمی رو خواهند گرفت و آن مقدسانی که اسم و رسم زیادی داشتند و در چشم مردم بسیار مؤمن و مقدس بودند آنها پاداش کمی خواهند گرفت. به زبان دیگر چه بسا کسانی را که ما مقدس و مهم نمی پنداریم آنها پاداش بزرگتری از خدا بگیرند. آنان از دیدگاه خداوند بسیار مقدستر و پاکتر و فداکارتر و شایسته تر هستند، ولی ما آنها را خار شمرده ایم. کسانی را که خیال میکنیم از همه شایسته تر هستند ممکنه در نظر خدا از همه کوچکتر باشند. به عبارت دیگر معیار قضاوت الهی با معیار بشری بسیار متفاوت است. انسانها را خار نشمارید و آنانی را که مقام دارن هست اونا رو عزیزتر از دیگران ندانید. در نظر خدا معیار بسیار فرق میکنه. دوستان عزیز، ما باید خود را برای معیار الهی آماده کنیم. شاید امروز وقتی خودمون رو با دیگران میسنجیم و یا با فلان افرادی که در کوچه و خیابان هستن یا اسامیشون رو میشناسیم مقایسه میکنیم، میبینیم که به به ما چقدر خوب و پاک هستیم و کسانی را میبینیم که به ظاهر بسیار گناهکار هستند. دوستان عزیز، ما نباید خودمون رو با مردم مقایسه کنیم. این اشتباه بشری که میان خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن و بعد خود را عادل و پاک میدانن. کلام خدا چنین چیزی رو تعلیم نمیدهد. در عوض کتاب مقدس میگه که خداوند عیسی مسیح را فرستاد تا ما
از او نمونه و سرمشق بگیریم. او برای ما نمونه و الگو شده. خودمون رو با او که مقدس و پاک و عادل مقایسه کنیم. آن وقت است که میتونیم ادعا کنیم که آیا پاک هستیم یا نه. راستی دوستان عزیز، امروز اگر از شما سوال شوند که راه نجات چیه، چه جوابی میدهید؟ آیا با عیسی مسیح هم عقیده و هم راه هستید که نه فقط دل از دنیا بردارید بلکه دل به او بدهید و از او پیروی کنید، و یا هم راه و هم عقیده آن جوان ثروتمند هستید؟ او قوانین مذهبی رو مو به مو اجرا میکرد و خیال میکرد چون که مؤمن متدین مذهبی وارد نجات شده. ولی مسیح به او نشان میداد که تا دل از دنیا بر ندارد و دل به خدا بدهد و از او پیروی نکند، نجات شامل حالش نمی شود. دوستان عزیز، بین این دو ورطه بسیار عظیم است. سوال مهم اینه که شما جزو کدام گروه هستید؟ آیا دل به خدا سپرده اید؟ و یا اینکه خدایی نکرده دل در امور دنیا و ثروت دنیا بسته اید؟ و یا دل به مقام این دنیا بسته اید؟ خدا کند که شما طریق حق را بپیمایید. دل از دنیا برکنید، زیرا شخص را چه سود دارد که دنیا را ببرد ولی نفس خود را ببازد. آن جوان ثروت دنیا را در اختیار داشت ولی ملکوت الهی را از دست داد. هدف مسیح اینه که به من و شما تعلیم بدهد که بایستی دلمون رو به خداوند تسلیم کنیم. وقتی دلمون تسلیم خداوند باشه، اشتیاق روحانی برای پیروی کردن از اوامر او رو داریم. امروز دعوت عیسی مسیح را بشنوید که می‌فرماید شما بیایید دل به خدا بدهید و از من پیروی کنید تا صاحب حیات جاودان شوید. زیرا مسیح راه و راستی و حیات است. هیچ کس نزد خدا جز به وسیله او وارد ملکوت الهی نمی شود. حق نگهدارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.